سلام، شما صدای باریش سسی رو میشنوید. امروز می‌خوایم بریم سراغ یه داستان فوق‌العاده. یه قصه در مورد قدرت، ایمان و البته برخورد دو تا شخصیت غولاسا که سرنوشتشون نه تنها یه امپراتوری رو به پایان رسوند، بلکه باعث تولد یه امپراتوری دیگه شد و مسیر تاریخ یه منطقه رو برای همیشه تغییر داد. این جمله به نظرم خلاصه کل داستان ماست. روایتی از اینکه چطوری مرگ یه نفر به جای اینکه نقطه پایان باشه، تبدیل شد به یه جرقه که یه سلسله جدید و قدرتمند رو شعله‌ور کرد. خب، اول از همه بیایید صحنه رو آماده کنید. خودتون رو ببرید به قرن 15 میلادی تو منطقه ایران و قفقاز. اینجا نظمی که سالهاست برقراره داره میلرزه و این لرزش به خاطر ظهور یه نیروی جدیده، یه نیروی خیلی پویا، یعنی قشنگ میشد تنش رو تو هوا حس کرد. و درست وسط این تنش‌ها دو نفر هستن که داستان ما حول محور اونها میچرخه. دو تا شخصیت که دنیاهاشون، هدفهاشون و جا طلبی‌هاشون داشت به شکل غیر قابل اجتنابی به سمت هم حرکت میکرد. خب، یه طرف ماجرا جهانشاه رو داریم، پادشاه قدرتمند قراقویونلوها، کسی که میخواد وضع موجود رو حفظ کنه. اون طرف دیگه شیخ جنید، رهبر طریقت صفویه. ولی نکته مهم اینجاست، جنید فقط یه عارف گوشه‌نشین نبود، نه اصلاً. اون مثل یه موتور محرک بود که میخواست یه طریقت معنوی رو به یه نیروی سیاسی و نظامی تبدیل کنه. هدفش چی بود؟ اینکه ایمان رو به یه ابزار برای به دست آوردن قدرت تبدیل کنه. خب، وقتی دو نفر اینقدر اهدافشون با هم فرق داره، معلومه که صلح بینشون دوام نمیاره. ولی چی شد که این درگیری از یه احتمال تبدیل شد به یه اتفاق حتمی؟ ببینید، قضیه این بود که شیخ جنید فقط به حرف زدن و موعظه کردن راضی نبود. نه، اون شروع کرد به مسلح کردن طرفداراش و نفوذش رو به سمت قفقاز بیشتر کرد. این کارش برای جهانشاه و بقیه حاکمای منطقه مثل شیروانشاه مثل یه آژیر خطر بود که داشت کششون می‌کرد. اونا دیگه تو چهرهش یه واعظ نمی‌دیدن، بلکه یه ژنرال بالقوه رو می‌دیدن، یه نیروی نظامی مذهبی که میتونست کل قلمرو و قدرتشون رو تهدید کنه. و خب، همونطور که انتظار میرفت، این همه تنش بالاخره یه جایی منفجر شد. نتیجهش چی بود؟ مرگ شیخ جنید. اما دقیقاً همینجاست که داستان یه پیچ جالب و یکم مبهم پیدا میکنه، چون تاریخ در مورد اینکه واقعاً چه اتفاقی افتاده روایت‌های مختلفی داره. سوال اصلی اینه واقعاً چه بلایی سر شیخ جنید اومد؟ حدود سال 1460 میلادی اون چطوری مرد؟ منابع تاریخی یه جورایی ما رو با یه معما تنها میذارن، چون دو تا روایت کاملاً متفاوت از این اتفاق سرنوشت‌ساز وجود داره. حقیقت انگار هنوزم یه رازه. خب، یه روایت میگه که جنید توی میدون جنگ کشته شده، توی نبرد با نیروهای محلی تو قفقاز، یه پایان درخور برای یه جنگجو. اما روایت دوم یه داستان دیگه تعریف میکنه. میگه نیروهای خود جهانشاه جنید رو به عنوان یه تهدید برای حکومت دنبال کردن، گرفتن و اعدامش کردن. میبینید، یه سرباز جنگی بود یا یه شورشی اعدام شده، ما دقیقاً نمیدونیم و همین ندونستن خودش کلید فهمیدن اتفاقات بعدیه. اما تهش میدونید چیه؟ شاید خیلی هم مهم نباشه که کدوم روایت درسته، چون تاثیر مرگ جنید خیلی خیلی بزرگتر از چیزی بود که هر کسی فکرش رو میکرد. این یه نقطه پایان نبود، بیشتر شبیه فتیله یه انفجار بزرگ بود. جهانشاه فکر میکرد با کشتن جنید داره آتیش رو خاموش میکنه، ولی انگار داشت روش بنزین میریخت. اون یه مرد رو نکشت، یه افسانه رو ساخت، یه رهبر رو تبدیل کرد به یه شهید و یه جنبش رو تبدیل کرد به یه انگیزه برای انتقام. مرگ جنید صدای صفویه رو خفه نکرد، برعکس، بلندترین شعار جنگیشون رو بهشون داد: انتقام. و اگه به این خط زمانی نگاه کنیم، این زنجیره اتفاقات رو خیلی واضح می‌بینیم. حدود 1460 مرگ جنید تبدیل به یه فریاد اتحاد میشه. بعدش پسرش شیخ حیدر راه پدر رو ادامه میده و بالاخره این نوه‌اش اسماعیل، همون نوجوانی که بعداً میشه شاه اسماعیل، از تمام این داستان شهادت و انتقام استفاده میکنه تا همه رو دور خودش جمع کنه و بوم، سال 1501 امپراتوری قدرتمند صفوی رو تأسیس میکنه. و اینجاست که به درس بزرگ این داستان میرسیم. یه درگیری که شاید در نگاه اول خیلی محلی به نظر می اومد، یه جنگ قدرت بین یه شاه و یه شیخ، در نهایت نقشه کل خاورمیانه رو برای قرنها عوض کرد. این درگیری امپراتوری رو به وجود آورد که هویت منطقه رو برای صدها سال تعریف کرد و این به ما یادآوری میکنه که گاهی وقتا کوچکترین جرقه‌ها میتونن بزرگترین آتش‌سوزی‌های تاریخ رو به راه بندازن. من حسین علی محمدی هستم و خوشحال میشویم نظرات، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خودتان را با ما در میان بگذارید. کمک کنید صدای باریش سسی را به گوش دوستانتان برسانید. باریش سسی، سیزین سسینس.